سلام. تو این جلسه میخوایم بریم سراغ یه تکنیکی که به شدت کمک میکنه مخاطب گیج و مردد بتونه بهتر بفهمه، انتخاب کنه و اعتماد بکنه. اسمش چیه؟ مقایسه. تکنیک مقایسه میاد دو تا یا چند تا چیزو کنار همدیگه میذاره و با همدیگه مقایسه میکنه، بدون اینکه قضاوت بکنه، بدون اینکه تحلیل کنه. فقط این دوتا رو کنار همدیگه مقایسه میکنه، خود مخاطب نتیجه گیری بکنه که کدوم بهتره. فرقش با دوراهی چیه؟ دوراهی فقط دو تا گزینه است که باید بینشون یکی رو انتخاب بکنی، ولی مقایسه میتونه حتی شامل 3 یا 4 تا گزینه هم باشه و هدفش انتخاب نیست، فهم دقیق و تفاوت گذاریه. ببین تفاوت بین دو تا رژیم، 3 مدل کفش رسمی، 2 نوع سبک مدیریت، فرق تبلیغ با محتوا، مقایسه برندها، مقایسه خدمات، روشها، تفکرها. و اگر ما بدونیم که مقایسه خوب یعنی چی، میتونیم محتوای مقایسه‌ای بسازیم. اما پرامپت من کار رو براتون راحت تر کرده. اما بد نیست که راجبش اطلاعات داشته باشیم که حداقل بفهمیم داریم چیکار می‌کنیم. توی مقایسه خوب گزینه‌ها باید واقعی باشن، ویژگی‌ها باید دقیق بیان شه. ببین چقدر این موضوع رو تکرار کردم. وقتی ما می‌خوایم دو تا چیز رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، باید اون چیزهایی که با هم مقایسه می‌کنیم دقیق بیان بشه و جمع‌بندی نهایی کمک کنه مخاطب بفهمه چی به دردش می‌خوره. ما می‌خوایم در ادامه یه پرامپت به شما بدیم که تمام این مسائل، نکات مهم مقایسه‌ای و تمام تکنیک‌هایی که باید توی اون متن رعایت بشه تا محتوای مقایسه‌ای شما درست از آب در بیاد رو بهتون میدیم. صرفاً با جایگذاری کردن موضوع، دغدغه یا اون چیزایی که می‌خواید با هم دیگه مقایسه بکنید توی پرامپت ما، یک محتوای مقایسه خوب به شما تحویل میده با اطلاعات واقعی و کاربردی، جدولوار، تصویری که بتونیم مقایسه بکنیم. بچه‌ها یه نکته خیلی مهمی وجود داره، اونم اینه که باید حواسمون باشه تمام صحبت‌هایی که طی محتوای مقایسه‌ای گفته میشه، همزمان تأکید می‌کنم، همزمان باید در قالب یک جدول روی ویدیو به ما نمایش داده بشه، چون مخاطب باید لحظه به لحظه این مقایسه رو با چشم ببینه که از مسیر مقایسه‌ای ما گم نشه. اول اومدی یه چیزی رو گفتی، بعد رفتی سراغ یه چیز دیگه بدون اینکه چیزی رو تصویر بذاری و دقیقاً به مخاطب بگی که تو مسیر مقایسه کجا وایسادی و چی رو داری با چی مقایسه می‌کنی، اون در لحظه ببینه و یادش هم بیاد که چیزهای قبلی که گفتی چیه. اگه این کارو نکردی باختی. یعنی اگر بیای ویژگی‌ها یا اون چیزایی که می‌خوای مقایسه بکنی بین محصولات رو اول محصول یکو بگی، بعد محصول دو رو بگی، مطمئن باش که مخاطب یادش میره که اصلا تو قسمت اول ویدیو چی شنیده. پس مقایسه این شکلیه که باید تمام نکته‌ها، تمام اون چیزایی که داریم با هم دیگه مقایسه می‌کنیم در موازات هم روی صفحه پیش بره که ما مسیر مقایسه رو گم نکنیم. این خیلی نکته مهمیه و تفاوت رعایت کردن این نکته با رعایت نکردنش میتونه ویو شما رو از 2000 تا 200000 تا 2 میلیون تا حتی بیشتر تغییر بده. تست بگیریم ببینیم تکنیک مقایسه چطوری میتونه کاربرد داشته باشه. ما میایم یه موضوعی رو انتخاب می‌کنیم. میگیم که موضوعمون اینه که بخوایم 207 اتومات رو با آریزو 5 توربو مقایسه بکنیم. بچه‌ها اصلا این جنس مقایسه از کجا اومد؟ این که من میگم باید بدونید حتی تو لیست دغدغه‌تون کدوم رو انتخاب بکنید و با چه تکنیکی استفاده بکنید. اینه ما میدونیم کسانی که میخوان ماشین بخرن و مثلا یه بودجه‌ای دارن تا اندازه مثلا 1 میلیارد تومان، 1 میلیارد و 100، قطعاً بین یک ماشین ایرانی صفر اتومات مثل 207 و یه ماشین چینی که حالا یه ذره کار کرده باشه یا حتی صفر باشه با 100 تومان 200 تومان اختلاف گیر کردن که کدوم بهتره. پس پیج خودرویی که بیاد این دوتا رو با هم دیگه در قالب جدول مقایسه بکنه و محتوا تولید بکنه منتظر باشه که این ویدیو ویو میلیونی بگیره، چون من میشناسم حداقل 1 میلیون نفر آدمو که دنبال این مقایسه هستن. یه جدول الان براتون بچه‌ها میندازن رو صفحه، شما این جدول نگاه بکنید. پرامپت ما این جدول رو داده، گفته نگاه کنید قرار ما این جدول رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. حالا ما خودمون به عنوان تولید کننده محتوا یا صاحب برند انتخاب می‌کنیم که مثلا 4 تا مورد، 5 تا مورد اصلی رو از توی این جدول جدا بکنیم و فقط بررسی بکنیم که ویدیومون طولانی نشه. پیشنهاد داده که میتونیم مقدمه گفتاری هم داشته باشیم قبل از اینکه به مقایسه جدولمون بپردازیم. میگه وقتی بودجت حدود 900 تا 1 میلیارد و 100 تومنه و میخوای یه ماشین اتومات بخری که نه خیلی کار کرده باشه، نه بی کلاس، نه بی قطعه، میافتی بین دو تا گزینه که هر کدوم یه حس متفاوت بهت میدن. یکی ماشین آشنای بازار به جای 207 اتومات ایران خودرو، یکی ماشین چینی خوش فرم مثل آریزو 5 توربو اتومات. اما واقعا فرقشون چیه؟ بیاین با هم مقایسه کنیم که ببینیم کدوم برای ما بهتره. بعد یه جدول میاد، شروع می‌کنید گزینه‌ها رو خوندن. مثلا قیمت این، قیمت اون این، حجم موتور این، حجم موتور اون این، قدرت موتور این، قدرت موتور اون این، گیربکس این، گیربکس اون این، کیفیت ساخت این، امکانات رفاهی این، تجربه رانندگی این دارید می‌بینید دیگه. بازار فروشش این، بازار فروشش اون، مصرف سوخت این، مصرف سوخت اون. ما این جدول می‌بینیم و در انتها میگیم اگر می‌خوای خیالت از تعمیرگاه، فروش، قطعات و افت قیمت راحت باشه، 207 اتومات انتخاب بهتریه. ساده تره ولی خب کم دردسره. اما اگر دنبال حس رانندگی قوی تری هستی، طراحی برات مهمه، بازار دست دوم برات اونقدر اولویت نداره، قطعاً آریزو 5 توربو میتونه با امکانات بیشتر خوشحالت بکنه، به شرط اینکه حواست به سرویس توربوش باشه. نگاه کن، در نهایت میتونیم یه کال تو اکشن بدیم که اینجا به ما پیشنهاد بده که میتونیم بگیم اگه تو بودی کدومو انتخاب می‌کردی.
بازار یا امکانات؟ کامنت کن ببینم تو چه انتخابی داری. این چه جذابه. ما هر چیز دیگه ای رو که ذات مقایسه داره، که به نظر من تمام چیزهای دنیا رو میشه مقایسه کرد، حتی رفتار پدر و رفتار مادر رو میشه مقایسه کرد، فرزند اول فرزند دوم میشه مقایسه کرد، تو خودرو که همه چیز رو میشه مقایسه کرد، تو طلا جواهرات همه چی رو میشه مقایسه کرد، توی هر محصولی میشه اون برند رو با یه برند دیگه ای مقایسه کرد. حتی میتونیم یه محصولی که قوی تره، مثلا نسل جدید با نسل قدیمش رو مقایسه بکنیم. مثلا ما بیایم بگیم ایرپاد پرو بهتره یا ایرپاد نسل 10، قیمتاشون هم تقریبا نزدیک به هم، این 15 تومن اون 13 تومنه، 13 خورده ایه. بیایم مقایسه بکنیم که پرو بخریم یا نسل 10 و مقایسه کنیم. تو موبایل راحت میتونیم مقایسه بکنیم. توی فرض بکنید که مسائل بیزینسی راحت میتونیم مقایسه بکنیم، تکنولوژی راحت میتونیم مقایسه بکنیم، فیلم میتونیم راحت مقایسه بکنیم، همه چی. اصلا هیچ گزینه‌ای توی ذهنم نمیاد که پتانسیل مقایسه کردن نداشته باشه. یعنی دو تا قسمتشو برداریم با هم دیگه مقایسه بکنیم، طوری که اول یه مقدمه‌ای بریم، بعد یه جدول درست بکنیم، قدم به قدم اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و در نهایت نظر خودمون رو بگیم که اگر اینطوری باشه این بهتره بنا به این مقایسه، اگر اینطوری می‌خوای این یکی گزینه میتونه گزینه درستی باشه. حتی میتونیم رفتار غلط و رفتار درست رو مقایسه بکنیم. این مقایسه کلا محتوای بگیریه. من جای شما باشم پست های مقایسه‌ای، پست های جدولدار، پست هایی که ما می‌خوایم هر چیزی رو حالت بندی کنیم و تحت عنوان یک جدول چارت با نوشته و فلش روی صفحه نمایش بدیم رو توی اولویت تولید محتوام قرار میدادم. الان ما پیج هایی رو داریم می‌بینیم که تو حوزه مثلا لوازم خونگی با یه تکنیک مقایسه 12-13 میلیون ویو گرفته که مثلا اومده لباسشویی‌های مختلف بازار رو بررسی کرده، یخچال‌ها رو بررسی کرده، برندها رو بررسی کرده. توی پیج‌های روانشناسی به شدت می‌بینیم، توی املاک زیاد می‌بینیم، توی طلا و بیزینس زیاد می‌بینیم، تو خودرو زیاد می‌بینیم. و یه نکته خیلی جالب، تمام ویدیوهایی که از جنس مقایسه و جدول هستن که حالا من جدول رو به طور مجزا بهتون توضیح میدم و پرامپت تخصصی خود جدول رو بهتون میدم، داره ویوهای مثبت 500 کا میگیره. میلیونی تا دلتون بخواد، 500 کا هم زیاد. پس من دغدغه درستی رو توی حوزه کاری خودم انتخاب میکنم و ترجیح میدم که این دو تا رو با هم دیگه مقایسه بکنم در ابتدای تولید محتوام، چون میتونه یه ویو سریعتری به من بده، یک فالوور سریعتری رو باهاش جذب کنم. از ما گفتن بود، امیدوارم از شما شنیدن باشه. یعنی اگر تا اینجای دوره اومدی تکنیکا رو شنیدید، یادتون باشه که تکنیک جدول، تکنیک مقایسه، تکنیک تشبیه، تکنیک داستان و تکنیک تضاد و تکنیک تودو 6 تایی هستن که اولویت دارن برای تولید محتوا.